با سلام خدمت دوستان. میخوایم در مورد سیکل قاعدگی خانم ها و طول مدت سیکل قاعدگیشون، طول مدت خونریزیشون و نحوه تخمک گذاری و رحم و لوله ها در ادامه اگر فرصت شد نحوه لگاه تخمک و اسپرم صحبت کنیم. این تصاویری که اینجا میبینید، اینجا تقریبا این تخمدان هستش. این حالت شیپور مانند لوله رحمی هستش که اینجا اسپرم با تخمک بارور شده و تقسیم سلولی اتفاق افتاده. بعد تقسیم 2 سلولی، 4 سلولی، 16 سلولی که به اون میگن مورولا. بعد میاد داخل رحم و لانه گزینی اتفاق میفته. این مراحل در خانم ها هر ماه اتفاق میفته. اگر مادر باردار بشه و لگاه اتفاق بیفته، لانه گزینی هم اتفاق خواهد افتاد. ما بیشتر اینجا میخوایم در مورد تخمدان توضیح بدیم که تخمدان چجوری تخمک ها رشد میکنه. ما خانم ها